أينما كنا أينما داستانی را که یکی از مشایخ در همین باب نقل می کنند بسیار جالب است. میگوید یکی از مقتدیهایم گفت که یک روزی برادرم تماس میگیرد همراهم و تماس گرفت تلفنی. گفت برادرم دستم بسیار تنگ است، مقداری قرض نیاز دارم، اگر قرض بدهید. گفتم به هر دو چشم، بیا هر چی که میخواهید من میدهم. میگوید آمد، بعد اون مقدار قرضی که نیاز داشت، قرض الحسنه، ما به او دادم. خب با هم دیگر توافق کردیم که یک ماه دیگر قرضهای من را پرداخت بکند و قرضهای من را بدهد. ما به همین توافق کردیم و از هم دیگر جدا شدیم. یک ماه گذشت. بعد از گذشتن یک ماه دستم تنگ شد، تماس گرفتم همراه برادرم، برادر تنی خودم بود که از یک مادر و پدر بودیم. تماس گرفتم به برادر خود، عرض کردم که دستم تنگ است، اگر چیزی پیسه دارید به من برسانید که دستم بسیار تنگ است. گفت کدام پیسه، کدام قرض؟ مگر تو از من چه چیزی میخواهید؟ من هیچ قرضدار تو نیستم و تو هیچ پیسه ای را از من نمیخواهید. گفتم برادرم شوخی میکنید؟ یک ماه قبل مقدار پیسه ای را ما به شما قرض دادم و توافق کردیم که یک ماه دیگه شما این پیسه را به من میرسانید. چطور حالا این گپا میزنید؟ گفت هیچ، من قرضدار تو نیستم و تو هیچ از من پیسه نمیخواهید، برو دستت خلاص، هر چی که میکنید بکن. میگوید والله وقتی این صحبت را از برادر تنی خود شنیدم، دنیا بر من به تنگ آمد و چشمایم تاریکی کرد. بسیار زیاد ناراحت شدم و طبعا هر کسی من و شما در همچنین حالتی باشیم ناراحت میشویم. آمدم پیش مادرم، عرض کردم که مادر، امروز برادرم با من چنین کرد، یک ماه قبل پیسه داده بودم به عنوان قرض الحسنه و الان با من چنین کرد. میگوید مادرم چون من را بسیار دوست داشت دستهایش را بلند کرد و برای برادرم بسیار دعای بد کرد. بعد آمدم پیش پدرم را عرض کردم پدر، برادرم با من چنین کرد و قرضهای مرا که نداد و گفت که تو هیچ چیزی پیش من ندارید و من قرضدار تو هستم، دستت خلاص هر چی که میکنید. پدرم بسیار دعای بد کرد و بسیار زیاد ناراحت شد. میگوید والله اگر دعای پدرم قبل از آخرت در همین دنیا اجابت میشد، برادرم در همین دنیا در آتش میسوخت. اینقدر دعای سخت کرد در حق برادرم. تا اینکه یک چند روزی گذشت، یک روزی آمدم داخل مسجد شدم، دیدم که یک نفر عالم بیان میکند و در مورد فضائل عفو گذشت سخن میگوید. سخنهایش بسیار تأثیرگذار بود در من. در مورد عفو گذشت سخن گفت، بسیار زیاد تأثیرگذار بود. فضائل بسیار زیادی را در مورد عفو گذشت گفت و بسیار زیاد من متاثر شدم. میفرمایند که بیرون آمدم، با خود گفتم این نمازم برای چیست؟ من نماز برای چی میخوانم؟ ایمانم به خاطر چیست؟ عباداتم به خاطر چیست؟ وقتی که من برادر تنی خود را مورد بخشش قرار ندهم و گذشت نکنم، پس اینها برای چیست؟ میفرمایند درجات بهشت را به یاد آوردم، بهشت و نهرهای بهشت را به یاد آوردم، عفو گذشت و فضائلش را به یاد آوردم، رحمتهای رب العالمین را به یاد آوردم. جای به جای تعهد کردم به الله سبحانه و تعالی که من برادر خود را میبخشم و عفو میکنم و گذشت میکنم. میفرمایند در همان جا تلفن خود گرفته تماس گرفتم همراه برادرم، گفتم السلام علیکم. گفت نه سلام علیک، تو از من هیچ پیسه نمیخواهی. قبل از اینکه من سخن بگویم او گفت نه سلام علیک، تو از من هیچ پیسه ای نمیخواهید و من قرضدار تو نیستم، برو دستت خلاص هر چی که میکنید. گفتم برادرم صحیح، من از تو هیچ پیسه ای نمیخواهم، بالکل شما پیسه مرا پرداخت کردین و من به همه میگویم که شما پیسه مرا پرداخت کردین، خلاص است، بس گپ من و شما در همین جا تمام شده است. او بسیار حیران شد و تعجب کرد. بعد من گفتم که فردا شب با خانواده‌ات در خانه من مهمان هستید. او هم فردا شب آمد به خانه من. میفرمایند که من به مادر و پدرم گفتم که برادرم قرضهای مرا پرداخت کرد و ادا کرد، من دیگه از او چیزی را نمیخواهم، خلاص شد. جریان را نگفتم که قضیه چی بوده است و قصه چی بوده است.
میگوید برادرم آمد به خانواده‌اش. هنگامی که آمدن پدر و مادرم رفتن پیش برادرم و بسیار زیاد با خوش و نوش دست را بر سرش کشیدن، گفتن الله از تو راضی شود، ما خب بسیار در حقت بدگمان شده بودیم، این برادرت ما را در حق تو بدگمان کرده بود و ما خب بسیار در حق شما بدگمان شده بودیم، الله ما را معاف بکند و الله شما راضی بشود. و بسیار با اخلاق و با خنده و با میگوید شیطان وجود مرا فرا گرفت. گفتم که رسوایش کنم الان. باز شیطان آمد گفت که بیا الان رسوایش کن. به یاد آوردم که تعهد کردم با الله سبحانه و تعالی که او را رسوا نمی کنم، تعهد کردم که او را می بخشم. او را چطور این کار را بکنم؟ رحمت های رب العالمین را به یاد آوردم، سخنان آن عالم را که دین روز بیان می کرد در مورد عفو گذشت او را به یاد آوردم. سکوت کردم و چیزی نگفتم. مهمانی تمام شد، او هم به خانه اش رفت، همه خوابیدن، ولی اما بسیار ناراحت بودم. وجودم را خشم گرفته بود، چه بگویم، ولی وجودم را خشم گرفته بود. هنوز احساس ناراحتی می کردم از همین حالت. میگوید رفتم 2 رکعت نماز خواندم، وضو گرفتم و 2 رکعت نماز خواندم. هنگام سجده وقتی که سرم را به سجده ماندم گفتم پروردگارا، این ظلمی که برادرم در حقم مرتکب شده است این را من به تو واگذار می کنم که تو عوض من را بدهید یا الله. این را من برای تو واگذار کردم. میگه جای به جای خواب شدم، همان جایی که 2 رکعت نماز خواندم خوابیدم، مرا خواب برد. وقتی که خوابیدم قبل از اذان صبح خواب میبینم که کسی دروازه را میزند. میگوید قبل از اذان صبح در خواب میبینم که کسی دروازه را میزند. میگه من عرض کردم کیست که دروازه را میزند؟ گفت که من پیامبر نبیت محمد رسول الله هستم. میگوید دوان رفتم به سوی دروازه را باز کردم، دیدم که بله رسول الله است و جمال جهان آرایش را میبینم که در پیش روی دروازه ایستاده است. او را در آغوش گرفتم محکم، دستش را روی شانه من ماند. گفت برادرت را بخشیدید. دستش را روی شانه من ماند. بعد مرا گفت که من در این دنیا کمی تو را اکرام میکنم، اما اجر و پاداشت در آخرت نزد الله باشد. سپس مرا از دست گرفت، هر دو ما از دروازه بیرون آمدیم. وقتی که بیرون آمدیم ناگهان دیدیم کعبه را دیدیم که در پیش روی ما هست. من در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اطراف خانه خدا و در اطراف کعبه دور زدیم و طواف کردیم. شروع کردیم به طواف کردن، 7 گردش طواف کردیم. بعد 2 رکعت نماز میدانن حاجیا که برای 7 گردش طواف باید 2 رکعت نماز خواند. پشت مقام ابراهیم آمدیم، در سمت راست محمد رسول الله و در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم من 2 رکعت نماز خواندم. بعد مرا از دست گرفت، گفت بیا که برویم صفا و مروه را هم انجام بدیم. رفتیم صفا و مروه را انجام دادیم. 7 گردش صفا و مروه را رفتیم. در گردش اخیر بود و آخری دیدم که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دست مبارکش را پشت سر من ماند و در بین شانه ها مرا گفت بارک الله بک یا ولدی. میگوید دیگه چیزی یاد من نمیماند، فقط همین جمله یادم هست که دستش را پشت سر من ماند و همین قدر به من گفت بارک الله بک یا ولدی. الله تو را با برکت بگرداند فرزندم، الله تو را با برکت بگرداند فرزندم. ناگهان بیدار شدم که مؤذن میگوید الله اکبر الله اکبر. از خواب بیدار شدم. بله عزیزان، این اکرام است که در این دنیا الله سبحانه و تعالی یک شخصی را که گذشت میکند بر خشم و غضبش غلبه میکند و تسلط پیدا میکند، الله به دیدار محمد رسول الله او را مشرف میکند و فضائل بسیار زیادی را دارد. عزیزان من، آیا میخواهید که به بلندی ها برسید؟ آیا میخواهید به سرداری برسید، به مقام بزرگ برسید؟ فرمود اکظم غیظک فمن کظم غیظه علی قومه. خشمت را فرو ببر، خشمت را فرو ببر. هر کسی که خشمش را فرو میبرد او بر قومش سردار خواهد بود، او سردار قومش خواهد بود.
و الان دقیقا وقت فرو بردن خشم است، وقت غلبه بر و تسلط است بر خشم و غضب، چرا که اعمال من و شما در این ماه به آسمان ها برده می شود. جز کسانی که با هم دیگر گپ نمی زنند، جز کسانی که با هم دیگر کینه دارند. لذا الان من و شما به استقبال رمضان می رویم. بناهن نیاز است که ببخشید کسایی که بر شما ظلم کرده است، ببخشید کسانی که بر توهین کردن، بی‌ادبی کردن در مقابل شما. با این بخشیدن هیچ چیزی از وجود شما کم نمی شود، بلکه به وعده الله و رسولش بر عزتت می افزاید، بر عزتت می افزاید. من تواضع لله رفعه الله. هر کسی که به خاطر الله فروتنی اختیار بکند، عجز و انکسار را اختیار بکند، الله او را بلند می گرداند، الله درجاتش را بلند می کند.